کی صبح میاد برنامه ضبط کنه؟ خسته شدم بابا. کی صبح میاد؟ علی چی میکنیم فردا؟ نمیدونم. حالا یه بخشیش رو که اینجا توی وارشتاک گفتیم، به نظرم مساوی نتیجه خوبیه. تیم خوبی هست واقعا. امیدوارم که بتونیم حداقل مساوی رو بگیریم. امیدوارم. این همه چیزی که ما داریم، استادیا کنار داماش، هر چند وقت یه بار، این چیزیه که ما دوست داریم اما میدونیم بعضی اوقات اون چیزایی که شما دوست داریم شما رو متقابل دوست ندارم و شما ممکنه هر چقدر همه چیزتون رو بذارید و هیچی در ازاش نگید، هیچی. و شما دوستا و خانواده‌هایی دارین که بهتون میگن چرا هنوز داری این کار انجام میدی، چرا هنوز اینجایی، تا کی میخوای ادامه بدی، چرا رو با خودت میکنی، چرا، تا کی. شما نمیتونین جلوی خودتون رو بگیرین. شاید یه بیماری باشه، نمیتونین. ته دلمون شاید فکر میکردیم خاطرات فوتبالی بهتری داشته باشیم، تیم بزرگتری میشدیم، دوران بهتری رو تجربه میکردیم، خیلی اتفاقای دیگه میتونست بیفته. شاید اون چیزی که باید میشد نشد، ولی در هر صورت ما نمیتونیم جلوی خودمون بگیریم. میدونین ترکیب یه بازی خانگی بد در مقابل یه مدعی قهرمانی با یه باخت خارج از خونه ثانیه آخر دیگه، با دومین بازی پیاپی خانگی در مقابل یه تیم مدعی صعود و یه مود کاملا بد قراره چی به وجود بیاده؟ یه مود بد یا تو رو تحریک میکنه که کسی که مقابلته رو به بدترین شکل تنبیه کنی، یا مود بد به قدری وضعیت رو خراب میکنی که به بدترین نحو تحریک میشی. امیدوارم حالت اول باشه. شوتایم. ما جایگزین علی رهبر شدیم، با مدیر داریم میریم سر بازی. این ولاگو از ما قبول بکنید. علی رهبر به بزرگی خودت ببخش. به بزرگی خودم میبخشم. همش یه بازی من نیومدم، بازی رفته بود سردار جنگل، داخل خونه باختیم برای بار دوم و برای بار اول بعد 3 سال تو سردار جنگل باختیم. سرمربیمون حالش بد شد، یه باخت خارج از خونه دیگه دادیم، چند تا بازیکن موقتا کنار گذاشته شد و این اتفاقات زیاد افتاد. یه بازی همش نبودیم. ما الان فکر میکردیم شاید از 3 تا بازی که قبل این داشتیم تا اول سال شاید مثلا بتونیم حداقل 7 امتیاز بگیریم، ولی همون 3 امتیاز شهر بابک موند و دیگه خیبر باختیم. پارس جنوبی هم که دقیقه 99 یهو کم آوردیم. حالا امروز هم که حریفمون چادر ملو هست، چادر ملو نمیدونم چی. نه منظورم اون نبود. یک از تیم‌های بالانشین جدول در کورس صعود
داره با خیبر میجنگه. حالا از شانس ما دومین بازی پاپی خونگیمون هم با یه تیم در حال صعوده و فقط با امیدوار باشیم به سرنوشت بازی قبلی که با یه تیمی در کورس صعود داشتیم دچار نشیم. لزوما هیچ که الان تورور داماش تو بهترین مودش نیست، تو بهترین حال روحیش نیست با توجه به اتفاقاتی که افتاده، اما باید ببینیم 90 دقیقه تو زمین چی میشه. دوست دارم امیدوار باشم چون کار دیگه از دستمون برمیاد. تازه بعض ریختن در بیاد ها. این یک نگاه اجمالی. خب بگو تحقیقاتی که ما انجام دادیم چمن گوده است. گوده است. برای چی گوده شده؟ چمن گوده یا گوده است؟ فکر کنم یعنی خوبه. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به این نوع چمن‌ها میگن به این میگن گوده. یعنی این گوده است اون گوده است. گفته بود این روانخواه گفته بود توی بازی اینا با چادر ملو اینا اومدن یه آبی نه شاشی چیزی ریختن. میخوایم اینجا سبزه ها رو گره بزنیم. بیاین نزدیک سبزه ها رو اینجا گره بزنیم که داماش ببره. داماش ببره. بخون نمیخواد باز بشه. داماش بدیم و سبزه هایی که گره زدیم احتمالاً سال دیگه اینجا مسقف میشه. مسقف اینجا بسته میشه. جایگاه VIP. معلوم نیست اینجا چه خبره. زیر این جایگاه نچندان ساخته شده صدای گزگا و وزق و چی و اینا میاد. وی الان اون روزم میان میگن ما میخوایم این جایگاه رو صندلی بزنیم هوادارا بشینن. ما هم قرار خیلی مثلا خوشحال شیم از این اتفاق. همین یه تیکر فقط داشته باشیم. یه بقیه اینا هیچ. خب مثل اینکه علت صدای گزگاه ها مشخص شد. قشنگ آب شم شده اینجا میاسن. حالا اینا رو گذاشتن یعنی میخوان اینجا هم جایگاه بسازن. به نظرتون امیدوار باشیم. یا علی علیه هاشمی مرده. هاشمی آیا هاشمی مرده. مرده. بچه ها چند یکیچ برای داماش کی میزنه؟ سعید طالبی. آیا حامد طباطبایی معرف حضورتون هستی؟ بازگشت هم به سوی اوستاوه. چون بی بازگشت هم به سوی علی. چون بی چی؟ چون بی بازی 2-0 به نفع داماش. کیزه گل کیزه 1000 سال از سهیچ اومده بیرون. گل کی زنه؟ رونالدو. ای جعفر پور شما چی نظری؟ سلام و عرض ادب خدمت آقای رهبر. علی خوب شد اومدی. واقعا هفته پیش خیلی با ما سخت گذشت. پوریا هیچی بله واقعا هرچی از حرفه‌ای بودن یادم بگم کم گفتم. کاملا حرفه‌ای عمل کرد. نمیخوای در اختیارش قرار بدی؟ و اینکه خیلی بیادب هم هستن. هم مدیر هم وزیر. الان شاید میخوام بهت لایک بدم. دیگه نزدیک بود. من ازت تعریف میکنم. این دیگه از این میکروفون پوریا واقعا آدم حرفه‌ایه. واقعا خیلی قشنگ
بعد تواضعش حال کردی وقتی گذاشت گفت مثلا علی رهبر نیست، مثلا علی رهبر نیست، مثلا خیلی این اولین و آخرین ولاگمه فلانه. آره همه اولش همینه هیچی. آره علی واقعا جات خالی بود، ولی با اینکه پوریا خیلی حرفه‌ای بود. آره چی پیش بینی چیز از بازی؟ پیش بینی که والا سخته، ولی همیشه روی تیمای بالای جدول جلوی تیمای بالای جدول خدای خوب بازی می‌کنیم. از اون ته جدولیم دویی که مقابل خیبر کرد. خیبر چه بازی خوبی از خودمون ارائه دادیم. خوب نبود ولی باز خوب دوم آورد. خیبر خیلی سر بود آجی. به دوم امتیاز نمیدم، به نه خرج کرده. گل زدنی که امتیاز میدن. ولی خرج نکردن. باز به حق 5 تا آره دانلی 5 تا نصب کردم. فعلا حقوق ما رو نریختن. 5 میلیون یا 5000 تومان. 5 میلیون خودش میدونه این موقع. دانلی در حد 5 میلیون بدیم قهرمان لیگ برتر. یکی نه اون امضای ساقی نزد. حالا دانلی اینا به کنار. داماشون بازی ببریم چیکار می‌کنی همینجا تو استادیوم بیا واسه فیلم بگیریم. اینجا 20 تا شنا می‌گیریم. برنامه خنده مال است مگه. یه دونه رقص بره. داماش ببره تو 20 تا شنا برنامه می‌خوای ابداع کنیم می‌خوای آقا 20 تا داماش واقعا این مدیر و فیلمبردار آقای پوریا خان علی واقعا باز میگه جات خالی. ولی داماش ببره پوریا رو میبریم کاپ مهدی. پوریا میره اونجا آقا لوبیا میخوره. ولی داماش ببره الله داماش ببره پوریا غیر ما رو کاپ مهدی نه داره. خودش بخوره. داماش ببره اینا هیئت فوتبال میکوبن، نه هیئت فوتبال کسی از بالا میکوبن تا پایین. من اتومبیل نکوبن، اونم میکوبن. به اونم میرسه. ترسو میگه علی به هیئت فوتبال داره سالار به روم نداره. ولی با همین فرمول پیش بره دیگه خودش دیگه چند وقت دیگه میشه رئیس هیئت فوتبال دیگه. نایب رئیس میشه. علی ولی حضور رئیس جدید هیئت فوتبال پیش از بازی در کنار زمین. امیدواریم این رئیس جدید عملکرد خوبی داشته باشه. غالم رضا خیلی آقایی. آره من اینجا بودم. ماشاءالله ماشاءالله حسین ماشاءالله. برو سجاد امروز گل میزنی برو. اشکان محمد جان پیشیم دو آقا. صحبت شد میگیم بچه‌ها از ترسی از ما میتونید کجا جبر نداره ما قبلش موفق میشیم 100% این اتفاق ان شاء الله. بریم یه داماش 1 2 3 داماش. بازی شروع شد. بازی از همین لحظه آیا هاشمی هم تشریف آورده. در حساب تشریف باشید. یا هشدار طوفانی از سمت تیگریسیا در ابتدای بازی. امیدوارم تاثیرگذار باشه. ادوار لیگ یک تیم اینقدر میتونه تو زدن هدیه یک ضعیف باشه. من همین نمیذارم درک کنم خودم. بازی یه جوریه آدم نمیتونه زیاد امیدوار باشه. یه جوریه الان یه کاشته داره حریف، امیدوارم خراب کنه. این وسط یه گلم زد شادر ملو که بکنم هند گرفت داور و مردود فعلا 0-0. بازی بیشتر تو دست چادر ملوه و ما اگه توپی هم دستون میاد نمیتونیم موقعیت سازی بکنیم. بازی بسیار جالبی به نظر نمیاد. امیدوارم بتونیم برقا برگردیم.
خوشون نگرفته. فعلا صحبت‌های کنار زمین از بازی جذاب‌تره. خیلی خوبه. بازی که اصلا خداست. یه 28 کیلو کم کرد. با 28 کیلو از واقع دعوت به تپه‌های داوودیه. واقعا دیگه خودمون رد دادیم ما. این تیم باعث شد ما رد بدیم. داماش 5 دقیقه بعد بازی میکرد من ار میزدم از گریه. الان دیگه چقدر پوستم خنک شده ار میخواد. نیمه اول با خوبی و خوشی فعلا بدون گل تموم شد. پس سیمانپور مورد تشویق قرار میگیره. دیش. حالا چه ربطی داشتم میگفتم که من قبل از همین رشد کردم. بازی داشتم میگفتم که نیمه اول اگه مساوی کنیم بازی یکیش حاله نوری آمد به علیرضا الهام. حاله نور، همون حاله نوری که من موبایل براش آورد. آره. حاله نور فکر کنم بغلش از دفتر ورزش و جوانان اومده. اونا داره حاله نور رو برمیاد. حرکت میکنه. آره. کلا خودش رو میزنه به اون را. حالا که داری صحبت میکنی اونی که اون بالا تو چرا در صحنه‌های گل خودت رو کنترل نمی‌کنی؟ داداش سالی یه بار گل بزنیم خونه میشه. خونه شدم. حاله نوری آمد. من دفاع وسطم. 10 میلیون چشمهایش چه خبره؟ ابروهای پیوسته است. سراب سپهری باشه. آب را گل نکنیم. را شیر نکنیم. تو که میدونی کات کنی یک بگو. بوق میزنیم دیگه مشکل نه. تبریک میگم به آقای الماسخالی عزیز که بابت اول بگید. خب بابت انتخاب به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال. ماراتون نفسگیریشون رئیس جدید شد. تمام انتخابات رو، تمام رأی ها رو به نفع خودشون بیارن و خیلی نفسگیر بود. از بین اون همه کاندید انشالله که موفق باشه آقای الماسخالی عزیز. امیدوارم آغاز دورانشون در هیئت فوتبال یک رئیس هیئت فوتبال جدید که واحد هیئت فوتبال استان گیلان شده ازشون دوره جدید رو خواهش شروع کنم. ازشون خواهش میکنم به فوتبال این استان برسن. فوتبال این استان مخصوصا دماش برسن. برخلاف رؤسای قبلی. مرحبا که خدا رو شکر سر سامون گرفت. داماش مونده. بعد حالا تیم‌های دیگه ان شاءالله چوکا هست. امیدوارم از رؤسای قبلی بهتر عمل بشه. توکل به خدا. بله واقعا چند سال قبل واقعا ما زد کشیم ان شاءالله امسال دیگه خدا کمک کنه. همیشه نفر جدید یه هوای جدید میاد. بله تنفس جدید دادن. نیمه دوم هم شروع شده. ببینیم تذکرات فنی و غیر فنی آقای نظام محمدی در بین دو نیمه چه تأثیر رو بازی تیم میذاره. ان شاءالله نیمه دوم میزنیم. بله ان شاءالله. نگاه کن. اگه نزدیم با هوادارایی که در اون سمت داریم و این سمت داریم. بله قطعا و این سمت داریم. ماشاءالله. تنها نقطه مثبت داماس. هوای من ابری شده. خاطری ماشاءالله. کی میزنه؟ سعید طالب. حتما راسته بچه هیچ وقت صندلیتون رو ول نکنین دیگه. هیچ وقت سعی نکنین صندلیتون رو ول کنین، همچین اتفاقاتی میفته. چه هوای خوبیه. خیلی مخلصی. عزیزی قربونه چاکر. مبینم بیقراره.
یه بازیکن نیمکت نشین بچه پرروی چادرملان که قبلا تو همین شهر بازی میکرد اومد با بچه ها در بحث بحثی داشت بسید که باور دور نشد پا نشو سید پا نشو این خوابو بگیر بازی ما برگردوندیم ما نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم.